یه لحظه این ویدیو رو ببینین. خب بچه ها، کسایی که خزنده نگهداری میکنن مثل مارها یا لیزاردها، این خیلی مهمه که شما هفته یه بار یا دو بار وقتی هوا خوبه مارهاتون رو یا خزنده هاتون یا لیزاردها یا ایگوانا یا هر حیوانی که نگهداری میکنید بیارید و از آفتاب طبیعی اینا رو بهره مند کنید. یعنی که اجازه بدید اینا آفتاب بگیرن به صورت طبیعی و این آفتاب خیلی به رشد و سلامت این حیوان کمک میکنه. آفتاب طبیعی درسته که ممکنه از لامپ یووی استفاده بکنید، ولی وقتی که هوا گرمه و تابستونه و هوا خوبه آفتاب طبیعی خیلی بهتره. جانم اینم افعی گاوونه، خطرناکترین افعی دنیاست. بچه زیاد نباید بهش نزدیک بشید، اینجوری دست نو بکنید تو دماغش نیشش داره میخوره بکشی یا ابرفست. خب حتی میبینید اصلا حس حمله کردن و اینا نداره، فقط داره هوا رو ارزیابی میکنه و تهدید میکنه. خیلی عالی. این هم شاخهای خوشگل افعی گاوون. یه صد آفتاب بگیره، من همینجا بشینم آفتاب بگیرم و بعد بریم دیگه پی کارمون. من نمیدونم این فیلم چقدر واقعیه. این ایرانی بوده که دوربین تا اینجا برده تو صورت مار، ولی خب بالاخره یه آدمی دوربین تا اینجا برده تو صورت مار.